خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا در ایران روز جمعه 3 اسفند ساعت 11 شب هست. در ادامه مسئله سترک شناسی ما رسیدیم به اینجایی که متوجه شدیم چند روز قبل خانومی که اهل گلپایگان بودن و این موضوع مطلبی که گفته بود روز 22 بهمن در راهپیمایی در شهر گلپایگان که حالا وایرال شده بود رو یک فردی به اسم، من اینجا فیلمش نمیتونم پخش بکنم اما میخوام اتفاقا پیجش رو نشون شما بدم. یه فردی به اسم آقای محمد نگینی پور، ایشون گویا خبرنگار بوده قبلا، ایشون رفته فرد مورد نظر رو پیدا کرده که خانمی هستش گویا به اسم خانم اشرف، اسمشون نوشته خانم اشرف، اینجا در پیجشون هست و خیلی هم بازدید بالا. اینو دیروز اسکرین شات گرفتم، مثلا 7.5 میلیون تا حالا بازدید گرفت. اگه دوستانی دنبال کننده من باشن این تصاویر لایو، حالا می‌خوایم اینجا استترکه اینا هم نشون بدیم. من عراقی هستم، الان اومدم عراقی با این لهجه‌ای که گلپایگانی‌ها دارن من آشنایی دارم. چند روز قبل بنده اینجا در همین سایت کانالی که من دارم دارید می‌بینید در آپارات همینجا که رشته پزشکیان، من 2 تا ویدیو ضبط کردم، به موضوع میم اینجا پرداختم در 2 ویدیو. همین موضوع سترکه بود، ایش اینه و حالا اون بحثا دیگه الان کاری نداریم. الان میخوایم با مسئله سترکه و شهر گلپایگان آشنا بشیم و من یه مسئله رو میخوام خدمت شما بگم. فردی که در این مصاحبه رو انجام داده نکته ای میگه که ما اینجا از مطلبی که داره میگه میرسیم به یه پویشی که داختم 84 نفر بیشتر شرکت نکردن فعلا. تا به شما خواهم ارتباطش چی هست. خب پس ما تا اینجا فهمیدیم که چی؟ خانم اشرف به ما گفتش که قصدی نداشته که معروف بشه و بلاگر بشه اصطلاحاً. اصلا نمیدونم چرا این فرد این سوال ازش پرسید خبرنگار. خب اولا که بخواد این کارو کنه چه اشکالی داره؟ که البته منظورش این بود که شما به خاطر اینکه معروف بشین و گفتی که ایشون گفت نه من اون روزی که رفتم بیرون به خاطر خدا رفتم و این مسائلم تو ذهنم نبود، ولی اگه باشه هم چه اشکالی داره؟ اونجا من به شما نشون دادم همین آقای جدی میفرمایید بوده پارسال وایرال شده بود. ایشون الان بلاگره الان امروز میدم ما انتقاد میکرد با آقای پزشکیان که چیز رو معروض پیجش هم خیلی رشد کرده و تیپش کلا اصلا تغییر کرده. حالا موضوع جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی میم رو اینجا من توضیح میدم مختصر. ولی این خانم گفتش که نه من همچین قصدی نداشتم. بعد تهش آقای خبرنگار همین فرد مصاحبه کننده، حالا خبر بلاگر مثلا بهشون میگن یا هر چیزی، ایشون یه مطلبی طرح میکنه مربوط به اهمیت این موضوع، اشاره میکنه مثلا منظورش به صدا و سیماست که بله صدا و سیما این همه بودجه داره، ما کردید رو حداقل انجام بده که افراد زیادی مثلا همچین شعاری و مثلا طرح بشه در سطح جامعه. اولش میگه که خب معنی این قضیه سترکه چی هست. حالا من اینجا آوردم یه دونه سترکه بیشتر نبود متاسفانه. حالا سمت ما اتفاقا بین عراق و ساوه اینا بیشتر در میاد، ولی اینجا نگاه کنیم که ما در خونه داشتیم اینو باید اسمشو عوض بکنم. این پایین تصویر ببینید اینجا بنویسم سترکه که ما اینجا با کالچر گلپایگان هم آشنا، یعنی خاصیت این موضوع این بود که ما فرهنگ کشور ایران رو بیشتر شناختیم. حالا به صورت مختلف این دم چیز میشه دیگه، دود میشه اسفند. بعضی وقتا اینو داغ میکنن میذارن داخل این ظرف میچسته بهش و دود تولید میکنه. بعد ظرفای قدیمی تر هم که گذاشتن داخلش سترکه رو همین اسفند و بعد گذاشتن روی گاز آتیش میگرفت بعضی وقتا. و حالا در روستای ما که رو ظرفای بزرگ هست که روی زغال میریزن این اسفند و جای مختلف. ولی این خانم اینجا توضیح داد در تصویر که اینجا ببینید این الان 2 ترکه بی ترکه است فکر میکنم دیگه الان. ولی اگه در تصویر ببینید میشه لایو نشون بدم. اون روزا من گفتم من یه تحقیقی کردم، به نظر میرسه این منظور از این سترکه سترکه هست چون لهجه عراقی‌ها خیلی نزدیک هست. حالا ببین ترکش از بین رفته باز میشه و افرادی که میچینن اسفند رو داخل اسپند اصطلاحاً اسپند فکر کنم چون اعراب نمیتونستن بگن اسفند این شده اسفند، ولی احتمالاً همین. اینو از یه حالت خوشه‌ای داره، اینا رو داخل پلاستیک میارن فشار میدن خورد میشه دونه هاش و میان بعدن
به قول خودمون اون خرمنش رو صاف میکنن و میشه همین اصفهان. حالا ما با این علامت جیسوس هم روش هست، ما حالا به این که حالا چه خواص خاصی داره اصفهان تو کاری دیگه، به حال هر کالچری دارن دیگه، از باور، از نقطه نظر باورهایی که مثلا ترکیبات گیاهی اگر دود بکنی چه خاصی، همین عود که ما در ایران به عنوان مثلا خوشبو کننده استفاده میکنیم، توی هند اینجوری نیست، چیز آیینیه بر معابد مثلا بودیزم و هندویزم و اینا. جدا از اینکه خواص دارویی و غیره هم داره. حالا اینکه مثلا چشم انسان آیا اشعه خاصی داره، این تولید انرژی خاصی میکنه، نمیدونم من. حالا باید صبر ببینیم هوش مصنوعی، تکنولوژی اینا به چه صورت پیش خواهد رفت. شاید واقعا ما بتونیم مثلا فرکانس های، چون بگیم مثلا این زجاجیه و زلاریه چشم انسان یک اشعه تولید میکنه، اون باعث انتقال فوتون هایی میشه و اینا، اسفند مثلا جلوی اون میگه. نمیدونم، اینو باید صبر بکنیم ببینیم که علم تجربی در آینده چه اویدنس هایی رو به ما نشون خواهد داد. پس خانم اشرف اینجا توضیحات خبرنگار بهش میگه که این چند روز اول که ویدیو پخش شده بوده ایشون از خونه زیاد بیرون نمیرفته، چون که حالا منفی میدیده این موضوع رو که حالا همه مردم، خب چون ببینید مردم عادی خیلی براشون سخته و یه دفعه معروف بشن، راستش رو بخوای بهشون میگن وان نایت سلبریتی شدن. ببین یک کسی که میره مثلا کلاس بازیگری از سنین نوجوانی، آمادگی تو جزو آرزوشه که معروف بشه. همه مردم ایران دوست دارن معروف بشه. حالا منظورم مثلا افراد، هر کسی دیگه، خیلی از نوجوان ازم بپرسی ازشون میگه شما دوست داری مشهور بشی؟ میگه بله. ولی یه دفعه همون لحظه بزنه جلوی تلویزیون تو صحبت بکنه، هول میشه بعد و استرس میگیره. یه دفعه بگن همه این فیلم تو رو یه دقیقه دیدن تو خیابون گرفته بودی. یه خورده طول میکشه تا بتونه به قول معروف فیتین بکنه و بتونه با این شرایط جدید کنار بیاد. و ایشون حالا رفته اونجا اینو توضیح میده که آقا ایشون، یعنی خانم اشرف، چند روز ناراحت بوده از این بابت. بعدن ایشون داره توضیح میده که حالا در تصویر میبینیم که من، بعد میگه چرا به ترامپو گفتی؟ حالا ایشون خودش میگه که درباره کاش میتونستم پلی بکنم، این کپی رایت داره دیگه نمیشه. حالا اگه بشه تو آپارات تو ویدیوهای بعدی میام اینجا، یه ویدیوهای من دارم از حالت ویدیو تور اسمشو گذاشتم، ویدیوهای خبری که جدید اومده رو مخصوص پلتفرم‌های خودمون اینجا اگه بشه میام منتشر میکنم. این موضوع هم درش قرار میدم که بتونیم این ویدیو رو هم ببینیم، ولی پیشنهاد میکنم از صفحه خودشون برید که این حقوق معنوی رعایت شه. زحمت کشیده دیگه، حالا رفتیشون رو پیدا کرده و این سوال بزرگ رو حل کرد که سترکه موضوعش چیه. این ویدیوش هستش. و عرض به حضورتون ایشون توضیح میده که بله در قدیم و جدید هم در گلپایگان این سترکه رو آتیش میزدن و موقعی که میخواستن در واقع اسفندود بکنن این عبارات رو میگفتن که صلی علی صدر که چشمات را با لهجهشون میگن. در عراق هم عراقی قدیمی تر مخصوصا به ا میگن ا. ایشون اگه دقت کنید میگه آمریکا در واقع یه پشه هست، ا شهادت ا خونده میشه، یعنی پرونانسیشنش به این صورت هست. گلپایگان هم حالا درسته جزو استان عرض به حضورتون که اصفهان هست در منطقه علیه. اگه تو تصویر به شما نشون بدم موقعیت رو اینجا ببین، نجف آباد هست اینجا. حالا از قبل باید آماده میکردم، ببخشید. ببین خانسار، اگه بتونید بهار برید خیلی عالیه دیگه. خانسار که دیگه معروفه، هم تعزیه اونجا برگزار میکنن توی یکی از روستاهای اطرافش، عسل داره اینهای آل هست. اگه اینجا شما ببینید گلپایگان در منطقه غربی استان اصفهان هست، بیشتر همین سمت، چون بیشتر به سمت علیگودرز و عراق و اینا هست. حتی ایشون یه مقدار لهجه به قومی هم نزدیک هستش اگه دقت بکنید. گفتم که بدونید که گلپایگان جزو استان اصفهان هستش، یک شهر بسیار قدیمی با یه فرهنگ غنی، خیلی قدیمی. اگه شما برید ویکی‌پدیاش رو حداقل بخونید حیرت میکنید. و ایشون اهل اونجا هستش. آقای محمد نگینپور رفته با ایشون مصاحبه کرده، منزلشون رو در لحظه یکاش مفصل تر بود، حالا کامل ترش رو منتشر نکرده ولی احتمالاً باید کامل تر باشه. ایشون میره مصاحبه میکنه، محمد نگینپور خبرنگار. در اینستاگرام میتونید پیجشون رو پیدا بکنید و این مصاحبه رو ببینید. حالا کار دیگه هم به صورت ریلز داره.
گفته که کردم گوینده شعار معروف سترکه. بعد بهش صحبت میکنه، بعد میگه که حالا چرا ترامپو گفتی؟ اینه یه پلاستیک شده. این که این پلاستیک اصلا قبل اینکه از دونه خودش خارج بشه به این صورت هستش، همین که در تصویر میبینید این خورد میشه، ببین کاملا شکننده است. این دونای ریزی که این در واقع این مثل گل هستش، داخلش این دونای اسفنج شکننده که خورد میشه و استونای اسفنج ازش خارج میشه. و ایشون میگه که حالا این از قدیم رسم بوده. بعد میگه چرا ترامپ گفتی؟ بعد میگه خب از ترامپ هرس هم گرفته. بعد ایشون میگه که خب شما این کارو کردید از دبستان، اصلا میگه میخواید پیج بزنید، داستان میگن که شما می‌خواستید پیج بزنید. خب پیج براش درست می‌کردید، چه اشکالی داره؟ ایشون یک زن ایرانی هستش، یک بانویی که ببینید این خود این موضوع من اون روز به شما گفتم که ایشون میاد در راهپیمایی همین که صحبت بکنه به عنوان یک زن ایرانی. شما ببینید مثلا 130-40 سال قبل واقعا شرایط جامعه به گونه‌ای بود که خانم ها اصلا نمی‌اومدن صحبت بکنن در جمع. اینکه الان یعنی به هر نحوی حضور زنان در جامعه، حالا خارج از اینکه اصلا ما درباره اینکه در چه موضوعی صحبت بکنن یا چه نقشی در جامعه داشته باشن، به هر نحوی این در واقع ازش حمایت بشه. الان این خانم صادق وزیر راه هست، اصلا امکان داشته همچین چیزی کسی فکر بکنه در زمان قاجار بودن؟ خانواده های درباری بودن، همین موضوع در امیرکبیر، بله خب خانواده درباری بودن که اونجا نقش داشتن، بانوان بودن، ولی به عنوان مدیر هیچ وقت نبودن. خب این نتیجه اینه که ما در واقع طی این سال از بعد از مشروطه به بعد در واقع خانم ها تونستن به نحوی نقش خودشون رو در جامعه بدون لکنت ایفا بکنن. ما در حوزه اساتید دانشگاه قضات زن، باورتون میشه؟ مثلا من خودم نمیدونستم راستش بخوای که ما قاضی زن داریم در کشور ایران. سرچ کردم متوجه شدم. حالا میتونید در این باره تحقیق بفرمایید. پس حالا بحث من اینه که آقای خبرنگار ای کاش برایشون یه پیج درست میکرد، چه اشکالی داشت؟ ایشون اصلا به تجربه های زندگیشو بگه. ولی هر کسی داستان زندگی داره دیگه، تجربه زندگیشو بگه. چون مثلا که آشپزی بلد، آشپزی آموزش بده. من از همه شماها دعوت میکنم که این کار رو انجام بدید، برید با همین گوشیتون فیلم برداری. من خودم اومدم عراق الان که فردا برم استادیوم بازی پرسپولیس و آلومینیوم و همه تینیجرها رو هم دعوت میکنم، همیشه ازشون حمایت میکنم که بیان صفحه دور. هرچند سنتون کمتر باشه راحت تره براتون انجام این کار، هرچند سنتون بالاتر بشه کمالگراتر میشید، یه مقدار حساسیتتون بالاتر، ولی شروع بکنید و تجربهاتون میگه این باعث شه متعالی تر بشید، هم که بتونید جلوی دوربین صحبت بکنید یا حتی صوت هم میتونه باشه. من از این بابت خیلی خوشحال شدم. ولی خب ایشون چه اشکالی داشت؟ یه پیج درست میکرد و حالا من دیدم این چند روزه کلی مثلا ریمیکس و آهنگ و اینا هم درست کردن. ما نمیتونیم پخش بکنیم بخاطر اینکه شاید راضی نباشن، شو خانواده‌شون، فرزندانشون شاید راضی نباشن. خودشون اگه خواستن بعداً خیلی چیزای جالب مثلا آوردن روی شما آهنگ مرتضی گذاشته بودن، چه میدونم آهنگ ریمیکس تتلو، آهنگ قدیمی. خیلی میم، این پدیده میم خیلی جالبه. این چند روزش من صحبت کردم کامل دربارش. میم یک در واقع یک امر به نوعی برساخته سوشال مدیا هستش، فضای مجازی. زمانی که درست شد هدف این نبود که میم تولید بشه، خود جامعه انسانی میم رو تولید کرد. میم اصطلاح خودش به وجود اومده و در واقع یک امری هستش که همه افراد میشناسنش و اینو به نوعی براشون جالب و جالب انگیزه. حالا لزوما هم نباید طنز باشه. تا یه ویدیو خواستم درست کنم در مورد که این آهنگ چیزی جدید اومده که میرسن تو مغازه ها، بعد میرم میگه سلام. این خیلی جالب. این پروژه هایی هستش در کشور ایران چند 10 میلیارد تومان هزینه میکنن برای کار سینمایی، 30 نفر رغبت نمیکنه برای ببینه. همون یه دیگه فیلم ریلزی که 2 نفر میان چه میدونم با هم دیگه یه کلیپ ریلز اینستاگرام درست میکنن، اون رو میرم 60 میلیون نفر میبینن به شکل میم میشه. این پدیده ای هستش که نتیجه سوشال مدیا هست، باید از استفاده کرد. حالا نکته که من اینجا داشتم چی بود؟ نوشتم رفع فیلتر یوتیوب.
در انتها خود این آقای خبرنگار تصدیق میکنه که حالا من اینجا یه چیز ظاهری بگم، ایشون بهش بیشتر مثلا طرفدار آقای جلیلی اینا باشه به عنوان مثال، یعنی بهش در انتخاب 15 اسفند 15 تیر ماه. چه جالب الان اسفند ما در اسفند صحبت میکنیم، به آقای جلیلی مثلا بیشتر رأی حسی دارم میگم، حسی، چون مثلا نمیشون خبرنگار تصنیم بودم و اینا. خب ایشون در انتها نتیجه گیری میکنه که خیلی جالبه ها، نتیجه گیری میکنه که نهادهایی که بودجه‌های میلیاردی میگیرن نتونستن یه جمله رو وایرال بکنن که درونش بگه مثلا چشم ترامپ بهتره، که شما تونستین این کارو بکنید. خب حالا سوال، اگه این ویدیو رو در روبیکا مثلا منتشر کرده بود خبرنگار خبرگزاری مهر مثال میگم، یا در ایتا خبرگزاری مهر بود منتشر شده دیگه، این بازدید همچین بازدید میلیونی میگرفت که به نحوی الان شما خودشون هم میذارن. الان اینو من دیدم میرن مثلا میرن در کشور خارجی همین مثلا ضبط میکنن چیزای اینجوری، یه فرد مثلا خارجی و سمیانی همینو میگه. خب این نتیجه اینه که اینستاگرام اگر حالا به اینستاگرام من زیاد یوتیوب هم بیشتر موافقم، شما میتونید به عنوان ابزار تاثیرگذاری ازش استفاده بکنید. فارس کو اینجا من پویش گذاشتم، 88 نفر بیشتر رأی ندادن. حالا اگه خواستید لینکش 11 دی گذاشتم، توضیح هم دادم که در واقع توجیه این موضوع چیه، توجیه مختلفی داره که چه خواصی داره رفع فیلتر یوتیوب. 82 نفر لایک، 3 نفر دیسلایک کردن. جالبه اینو می‌بینی، 82 نفر حمایت کردن. یعنی این بذار روی این کلیک بکنید در فارس اگه برید اینجا صفحه دارن به عنوان تعاملی ها، نه که من خبرنگار باشم. آدما میتونن صفحه درست کنن مثل توییتره، اونجا افراد پویش میذارن، این به 100 اگه برسه میاد تو صفحه اصلیشون، افراد میان کلیک میکنن میشه حمایت. بعد یه عده میتونن اینو لایک بکنن یا عده دیسلایک. 3 نفر دیسلایک کردن، با اینکه من اینو هم توضیح دادم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، جایگاه ایران در سطح جهانی، محتوای آموزشی میتونه تولید بکنه، دانشگاهی از ایران به سمت جهان و توجیهات مالی و غیره. کامنتاشو نمیخوام بازو کنم. یه عده اومدن میگفتن که نه این چه وضعیه و اینا، پلتفرم خارجی هست. خب آقا بفرما، این خودش نتیجه، یعنی شما میتونی کالچر تو به دنیا معرفی کنی. اصلا موضوعات سیاسی و اینا رو کاری ندارم الان، فرهنگ تو میتونی به جهان ارتباط پیدا میکنن افراد. باور بفرمایید الان شما تو همین اینستاگرام میبینید خیلی ویدیوها وایرال میشه، شما نمیدونید چیه ولی تکرارش بکنی. این یه گرگ بود میرقصید پارسال، میم شده بود این گربه که الان میرقصه پارسال یه گرگ بود میرقصید، یه عباراتی رو تکرار میکرد، بعد اینو میذاشتن رو اون عبارت رو همه ایرانیایی که نوجوانن حال تینیجرن اینا تو کار میم و اینا هستن حفظ شده بودن. عبارتش جمله ساده است. خب همین که مردم ایران یه جمله ساده یا به دلیلی که اصلا خیلی ساده است از آلمانی‌ها یاد میگیرن تکرار میکنن، این مگه کم تاثیر داره در بلند مدت؟ تاثیرهای پیچیده‌ای داره. پس آقا هر کسی یعنی مثلا ایشون که داره این حرف رو تصدیق میکنه که کاری که شما کردی خانم تاثیرگذاریش در وایرال کردن این جمله از مثلا صدا و سیما و غیره بالاتر بود، نوشته نهادها واقعیش نمیگه، ولی میگه اگه میخواستن اونا با بودجه‌های کلان همچین شعاری رو باب بکنن نمیتوانستن، ولی شما این کار رو کردید. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که آقا پس شما باز بذاریم فضای مجازی و باز که به این معنی که حالا این منظور من این مثلا یوتیوب و ایناست، اینستاگرام و یوتیوب اینا آدما بتونن در تاثیرگذار باشن در سطح جهانی. این فقط مثلا اگه روبیکا بود، همین روبیکا و مثلا ویراستی و اینا، ایرانیان خارج از کشور مثلا نمیدیدن که. مثال دارم میگم. مگه کسی هست با این حرف من مخالف باشه؟ یعنی شما از هر نقطه نظری نگاه کنی آقا این توجیه داره که شما بتونی ارتباط داشته باشید تو پلتفرمایی که جمعیت بیشتری از مردم جهان درونش هستن. دیگه واقعا نمیدونم با چه زبانی بگم. آقا مفیده. حضور مردم در هر پلتفرم که شلوغ باشه از این نقطه نظر لااقل مفیده. شما ببین یه جمله شهر گلپایگان رو تونستی در یک واقعه که کسی براش برنامه‌ریزی نکرده بوده که وایرال بشه این موضوع،
بله افرادی میان هزینه‌های آنچنانی میکنن که ویدیوهاشون رو بذارن تبلیغ بشه و فلان، نمیگیره، منتشر نمیشه، ولی یه امری ناخودآگاه یه دفعه پخش میشه، وایرال میشه و از این فضا میشه استفاده کرد دیگه. حالا من درخواست کردم اینجا نوشتیم در همین پویش هم نوشتم خطاب به شورای عالی فضای مجازی به خاطر باز کردن یوتیوب. حالا اینستاگرامش اینا دیگه خودتون برید درست کنید. من فن یوتیوب هستم، واقعا مفید یوتیوب، واقعا مفیده. خب همین بود، چیزی به ذهنم نمیرسه. پس من امیدوار بودم ایشون پیج درست بکنه، به صحبت بکنن در مورد زندگیشون، افراد آشنا بشن. عرض به حضورتون که نقطه نظرات سیاسی اجتماعیشو بگه، تجربیاتشو در زندگی بگه. چه اشکالی داره مگه بلاگر بودن؟ حتی اگه آدم به عنوان مدیا تولز، یعنی ابزار این اینترنتی، از یک چیزی استفاده بکنه معروف بشه، چه اشکالی داره؟ الان خود همین آقایی که گفتم جدی میفرمایید کوش رفت، آقای احمد مجدزاده، الان وایرال شده، میگم اومده انتقاد میاد پزشکیان، میگم همین مونده بود، میگن که اونی که اینا خودم ابداع کردم الان. ایشون آقای احمد مجدزاده اومده گفت که بله آقای پزشکیان صریح نیست آنچنان که باید باشد. خب ایشون 3 سال پیش ای پیج میزدین و میگفت کسی نمیشدید که. دارم مثال دارم، اما الان به عنوان جدی میفرمایید معروف شده. اون حرفی که فکر میکنه درسته رو میتونه به گوش صدها هزار نفر برسونه. خودش هم نقشی نداشته در معروف شدنش. کلیپ دفعه پخش شد دیگه، در صورتی که من لحظه اول دیدم. یعنی من اخبار انتخابات مجلس رو دنبال میکردم، یکی از اولین نفره بود که اینو دیدم، گفت خیلی چیز جالبیه، ولی یادم بعد 2 روز دیدم پر شدم به جا پخش شد. جدی میفرمایید؟ بعد ما اینا رو کجا آوردیم و گرفت، ولی ظاهرش هم تغییر کرد، البته ورزشکاره ها. و الان از همین ابزار اینستاگرام نظریاتشو میگه. حالا آموزش کشتی نمیده که، نظریاتشو میگه. با نظریاتش من میتونم موافق باشم، میتونم موافق نباشم. خب این ابزاره دیگه عزیزم. اینم ترامپ بود اینجا، تصویرش خیلی جالب بود این چند روز، خیلی کلیپ های خنده دار درست میکردن این چند روزه. یعنی اگه شما یه سرچ بکنید آهنگا و مثلا کلیپ هایی که در این باره هست، حالا بعضیش درست نبود، یعنی بعضیشون سبکشون درست نبود، ولی بعضیشون جالب بود، یعنی خلاقانه و جالب بودن و اینو باید تفکیک کرد. به هر حال برای ایشون من آرزوی سلامتی طول عمر دارم. از آقای نیگینی پور هم تشکر کنم که رفتن اینو پیدا کردن. ما تونستیم بفهمیم که سترکه که ما شنیده بودیم این همون سترکه هست، واقعا هم سترکه هست و همین دیگه. چیزی به ذهنم نمیرسه. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. دیگه میخوام به موضوعات آلومینیوم و فوتبال و این گونه مسائل. این خبر دیگه هم، این خبری امروز منتشر شده در فکر کنم استان اردبیل، آذربایجان، اردبیل. اونجا حادثه اتفاق افتاد، بعد چند روز هم بارندگی، برف قراره بیاد. موضوعات جالبی رو در صحبت میکنه. پس همینجا که دارید میبینید، اگه در یوتیوب دارید میبینید، یه کانال دیگه‌ایه که من دارم، این کانال فرعیه که فقط موضوعات هنریه. اینجا من ویدیو رو اینجا منتشر میکنم، چیز فوتبالی اینا اینجا نیستش، کانال دیگه من دارم. خب ببخشید اینا من ادیت نمیکنم، این ویدیو همینجوری آپلود میکنم. مراقب خودتون باشید. فعلا همگی خدا نگهدار.